امیرحسین مقصودلو، خواننده و رپر ایرانی. امیر تتلو 5 ساله که داره داخل ترکیه زندگی میکنه. به تخم. و طی این 5 سال تمام پلای مهاجرتی خودش رو خراب کرده. به تخم. اون به خاطر فحشایی که میده هیچ کشوری به اون ویزا نمیده. و پیج اینستاش هم به خاطر همین موضوع بسته میشه. و خود مدیر اینستاگرام هم اعلام کرد که این فرد دیگه هیچ وقت نمیتونه پیج بزنه. ولی خب به نظر میرسه که تازگی یه پیج جدید زده. امیر تتلو طی این 5 سال شکایت‌های زیادی رو داشته. اما پلیس ترکیه از کسایی که از امیر تتلو شکایت کردن هیچ اهمیتی نداد و هیچ واکنشی هم نشون نداد. تا الان که به گفته پلیس ترکیه 15 تا شکایت داشته. و همونطور که الان متوجه هستید امیر تو وضعیت بدی قرار گرفته. پلیس ترکیه 24 نوامبر به خونه امیر تتلو میره، اما اون فرار کرده بود قبلش. و سایت‌های خبری ترکیه اعلام کردن که این فرد به زودی دستگیر میشه. اما امیر تتلو هنوز توی یوتیوب و اینستاگرام پست و استوری میذاره. کسی ازش خبر نداشت، ولی الان دیگه همه میدونن کجاست. و در آخر هم امیر تتلو تنها اشتباهش